درود بر همه شما، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من الفیر هستم و تو کانال آلف درایو با هم هستیم تا یه خورده در مورد اسنپ صحبت کنیم، چجوری تو اسنپ بتونیم پول بیشتری در بیاریم، چه مشکلاتی داره و از این دست موضوعات. از همین الان بابت انرژی پایین، صدای گرفته و تمام چیزهایی که مربوط به مریضی خیلی سختی است از شما معذرت خواهی میکنم. خیلی حالم بده، بسیار بدن درد بدی دارم و آره دیگه همین مشکلاتی که گفتم بود. توی این ویدیو میخوام در مورد هزینه های مخفی اسنپ با شما صحبت کنم. همه میان در مورد استلاک باتون حرف میزنن ولی هیچ که در مورد هزینه هایی که اسنپ داره جدا از استهلاک ماشین کسی صحبتشو نمیکنه. استهلاک ماشین و بالاخره پول روغن و این داستانا، حالا لاستیکی که ماشین داره و این داستانا رو هست، ولی در کنار اون اسم یه سری هزینه هایی داره که مخفیه و کسی که 1 سال تجربه کار داره، 2 سال تجربه کار داره اونا رو متوجه میشه. یکی از این هزینه ها تصادف، یعنی شما هیچ وقت این گزینه رو در نظر نمیگیرید که روزی 10 ساعت پشت فرمونید با رانندگی افتضاح خیلی از دوستان عزیز و حالا یا این خودتون اصلا هنوز یک راننده مبتدی هستید. این یک چیز کاملا طبیعیه، یعنی توی رانندگی ایران با جاده ها، با قوانین و هر چیز دیگه‌ای کاملا چیز عادیه تصادف و چیزی نیست که بگید نه برای من پیشینه میاد، من خیلی آدم خفنی هستم. برای هر کدوم ممکنه پیش بیاد و ممکنه که یک تصادف یه خسارت جبران ناپذیری تو این شغل بهتون بزنه. یعنی جدا از این که همه میگن یک شغل با حاشیه سود درست و یک شغل خیلی معمولیه، اصلا اینجوری نیست. اصلا یه شغل خیلی ترسناکه. یعنی شما هر لحظه ممکنه یه تصادفی بکنید که یا خودتون خدای نکرده دچار مشکل بشید یا ماشینتون و خیلی از اونها دیگه قطعا قابل جبران نیستند. ولی خب حالا نمیگم که بترسید یا حسن از این کار برید بیرون، میگم که آقا این اگر که میخواید وارد این شغل بشید، شغل‌های بهتری هم وجود دارد که نیاز نیست حتما وارد اسنپ بشید با این اتفاقاتی که توش میافته. دومین هزینه‌ای که شما میدید پول ندادن مسافر. یعنی شما این نیست که حتما هر مسافری رو میرسونید بهتون پول بده. همه به شما میگن که آقا شماره کارت بده برات واریز میکنه. به خاطر 40-50 تومن پول هم نمیتونی با مردم درگیر بشی که اگه قرار باشه درگیر بشی که اصلا قید این کارو بزن. برای هر چیزی قرار تو درگیر بشی. در ماشین تو میکوبن به دیوار، میکوبن به ماشین دیگه، چیزایی میزنن تو ماشین که ممکنه ماشین صدمه بزنه. اگر که رو ماشینت حساس هستی یا قرار با مردم درگیر بشی، اصلا کلا قید این کارو بزن، چون این مشکل هم جزئی از مشکلاتیه که تو اسنپ وجود داره. و حتی من یک نمونه خیلی معمولیش هم براتون میذارم، پیامی که دوستم، البته این برای خیلی وقت پیشه، والا من یه دونه از کسایی که بالاخره یه پیامی به من داده رو براتون میذارم. اکثرا که میگیرن و میرن، اصلا نه گوشی جواب میدن نه پیام میدن. یه نمونهشو براتون میارم رو صفحه، میتونید ببینید که طرف گفته برات واریز میکنم، بعد از یه 10-15 روز پیام من داده که خب آقا چند بود، من یادم رفت واریز کنم. خیلی خوب، گفتم آقا من یادم نیست که چند بود من بدم. حتی من نگفته خب باشه بیا 50 تومن میزنم حلال واریز کن یا هر چیز دیگه. اون طرف این خیالش هم مثلا جوابم نداد و خدافظی و تمام. اینجور چیزی هم که بهتون میگم پول ندادن مسافر، از هر 10 تا مسافری حداقل یکیشون ممکنه پول ندن، یا از هر 20 تا مسافری یکیشون پول ندن. و چیز خیلی چی بهش میگن کوچیکی نیست. یعنی ممکنه که یه سفر 100,000 تومانی 150,000 تومانی یا پول به نده. مثلا
شاید اولش به چشم نیاد ولی بعدش کاملا مشهوده این اتفاقی که پول نمیدن. سومین مورد که بهش اشاره نمیکنه مورد جریمه هست. شما با جریمه میشید، یعنی این نیست که جریمه نشید. آخر ویدیو هم باشید، من جریمه های خودم بهتون نشون میدم، پرداختش میکنم. خواستم جریمه هم پرداخت بکنم، گفتم که بیام اول به شما نشون بدم که چه جریمه هایی تا حالا تو اسنپ شدم، با اینکه من خیلی مراعات میکنم، یعنی به شدت حواسم هست که درست رانندگی کنم، همه قوانین رعایت کنم. یه ذره حواست پرت باشه تق جریمه رو شدی شما. بستگی به محل زندگی تو اینا هم داره. مثلا یه جای بعد ممکنه وایسی به خاطر مسافر و همون لحظه جریمه بشی. ممکنه که ماشین به خاطر کار شیشه دودی کرده باشی و خب جریمه میشی. این موضوعاتیه که خیلی کمتر بهش پرداختن، ولی به نظر من اندازه استهلاک ماشین همینو هزینه داره. همین چند تا مورد به اندازه همون استهلاک ماشینت که داری هزینه داره. امیدوارم که هیچ کس مجبور نشه که وارد اسنپ بشه. اول از همه حتی آژانس به نظر من خیلی بهتره و با صرفه‌تره تا اسنپ، حتی اگه کسی وارد آژانس بشه. اگر هم وارد اسنپ شدید لطفاً درست رانندگی بکنید. اصلا ارزشش نداره به خاطر 50,000 تومان، به خاطر 100,000 تومان ماشینتون رو به فنا بدید، یه خدای نکنه بلای سر خودتون بیارید. اصلا ارزشش نداره. یا حتی روانی، حتی ارزشش نداره که روانی شما خودتون رو به هم بریزید و اعصاب خودتون رو خرد کنید. خیلی ایزی و راحت از کنارش بگذرید و اصلا پولی نیست اینها که بخوای شما به خاطرش خودتو ناراحت کنی یا عصبی بکنی. بریم سراغ این که جریمه های خودم بهتون نشون بدم و پرداختشون بکنم که سال نره رو شد دوباره جریمه دوباره بر. فکر کنم هر یک سال که بره رو جریمه دوباره بر میشه. حالا میخوام برم تو این ویدیو با هم دیگه پرداختشون بکنم. برعکس من همیشه استلام خلافیمو از پلیس من میگیرم. استلام خلافی رو میزنم و پلاکم رو انتخاب میکنم. خلافی های منو میاره بالا که در مجموع 450,000 تومنه. یکی هم فکر کنم 200 تومن داشت که پرداختش کردم و تموم شد رفت برای تست که ببینم چه جوریه. حالا خلافیام چی بوده؟ نکنه یکیش استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین نمایش نشه تشخیصشون داد. یکیش این بوده. یکی دیگهش استفاده از تلفن همراه و سایر ارتباط مشابه. این که این جریمه خیلی معمولیه. یعنی شما تو اسنپ کار کنید که شیشه دودی نداشته باشید به شدت اینجور جریمه براتون میاد. منم چون شیشه دودی دارم فقط یکی اومده. یعنی خواسته باشن جریمه‌تون بکنن به خاطر اسنپ نمیگن که راننده اسنپ یا هر چیزی، جریمه رو میکنن. یکیش تجاوز از سرعت بوده که نمیدونم کجا بوده ولی فکر کنم 2 تا تجاوز از سرعت هم داشتم. اینا از کل جریمه های من برام پرداختش کنم و این ویدیو رو صرفا برای این گرفتم که بدونید اسنپ یه سری هزینه هایی داره که شما ازش مطلع نباشید و ممکنه که براتون دردسرساز باشه. اینا رو در نظر بگیرید اگر میخوای اسنپ کار کنید. اگر ماشینتون رو لوازمی کردی شما مدام دارید جلو پلیس رد میشید و این امکان رو داره که جریمه رو بشید. خیلی ممنون که تو این ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که تو ویدیو بعدی با موضوعات جدید در خدمت شما باشم. فعلا خدا نگهدارتون.